منظوره ایلهامیدین هر روز با طی کردن قریب 7 کیلومتر راه به مکتب می رود. دوری راه و درد پایها سبب شد که او یک مدت از مکتب دور ماند. این خواننده میگوید در یک روز طی کردن در مجموع 14 کیلومتر راه برای او خیلی مشکل است. میرم سیم درس، چهارم، پنجم درس میرم که اوج خیلی درس دیوشتیس. با گشته آمده. با گشته میام که خداست 4 بگشتگی خیلی بود راه دور خیلی پوندار من خوب میرم. ایلهامیدین جمعیف پدری منظوره را دادگاه نورآباد برای مانع شدن به تحصیل دخترش عیبدار و 5000 سومانی جریمه کرد. به گفته این پدر دلیل و سبب یک مدت از تحصیل دور ماندن منظوره را در دادگاه به نظر نگرفتند. شاهراه دوشنبه جرگتون مقصد راه عبور کننده ندارد، چراغک هم ندارد. بعد به این راه رما میرود، ماشینای دیگه ماشینا را میرسول، نه فقط ماشینای تاجیکستان بلکه خارجی ها میروند، ماشینای قرقیز هم میروند، افغانستان هم میرسول. به همین سبب رفتن میدن سیل است، برف، ترمه، گرگه. در دهه دیولاخک ناحیه نورآباد تنها یک مکتب تا صنف 4 فعالیت میکند. در برابر ایلهامیدین از این دهه 2 پدر دیگر هم با همین جرم جریمه شدند. ایلهامیدین میگوید جای کار نمیکند و توان پرداخت جریمه را ندارد. مسئولین معارف ناحیه اقرار میکنند که راهی برخی خواننده ها از مکتب از 3 تا 7 کیلومتر دور است، اما به تاکید آنها این نباید سببی از تحصیل دور ماندن کودکان شود. پدر و مادرم خب وکالت داره که در کدام شکل وای که نباشه و خواننده تحصیل باید دور نمونه و در همین اساس غیر از این امکانیت‌های راهدوری هم که هست اینا سبب میشوند و خیر به هر حال اینم خطر سببی نیست، باید که امکانیت بیاید با تحصیل فرزنداشون فرا بگیرند. سالهای شوروی از دهه دیولاخک مثل دیگر دهات دوردست خواننده ها با اتوبوس به مکتب برده می شدند. حالا ایلهامیدین با همدهه ها در شفت مکتب ابتدایی دهه 2 صنفخانه دیگر می سازند تا از این پس فرزندانشان از مشکل دوری راه و خودشان از جریمه مقامات امین مانند. این مکتب که حساب خدمت کردگیم به معاش به یگان چکی اند هم فرزندان مثال بخونن همین 7 کیلومتر یک طرف میشه، 7 کیلومتر دیگه یک طرف نه روان نیویان همش دختره بود. ناحیه نورآباد حدودی 17,000 خواننده دارد که در 85 مکتب تحصیل میکنند، اما به دلیل نبود مکتب‌های 11 ساله کودکان برخی از دهات مجبورند با طی کردن مسافه‌های زیاد به روستاهای دیگر روند. این مشکل سبب می شود دختران زیادی دهات تحصیل را بعد از صنف 9 ادامه ندهند. بسیاری دخترها عین ایانور لبیجر رهشون درازه ای صنف 9 میبرویند دیگه نمیروند مکتب. من میفورم که بخونم مکتب راه مندوره نمیمونم. مقامات ناحیه نورآباد میگویند در یک سال اخیر توانستند 47 نفر اکثرا دخترانی از تحصیل دور شده را به مکتب برگردانند. از سوی دیگر به گفته آنها شمار دخترانی که به مکتب‌های عالی داخل میشوند حالا بیشتر شده است. برای هر یک دختر تحصیل کردن خیلی ضرور می باشد، چون که او وقتی تحصیل میکند او آینده خود وظیفه دار شده، صاحب کسب شده، باز می تواند که زندگی خود را پیش برد. در یک سال اخیر در تاجیکستان 151 مکتب برای 73,000 خواننده ساخته و حدود 200 مکتب ابتدایی به عمومی تبدیل شده است. اما در دهه دیولاخک و اکثر دهات دوردست هنوز هم برای خواننده های صنف‌های بالایی مکتب نیست. نبود مکتب در بسیار موارد سبب مجازات پدران می شود. به تاکید تحلیلگران مجازات والدان برای دور ماندن کودکان از تحصیل راه حل نیست و باید مقامات خواننده ها را به مکتب های دسترس و شرایط تحصیل تامین کنند. زرنگزی نوروزشاه، شادمان یتیم، آزادی، نورآباد.